بینندگان عزیز، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. آغاز میکنیم از خوشخبر. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان عبدالجبار رحمانزاده در ولایت سمرقند با روند ساختمان راه آهنی سمرقند ارگود که یک شاخش به شهر پنجکент تاجیکستان میپیوندد شناس گردید. در این خصوص امید خاور اطلاع میدهد. حالا ساختمان راه آهن 200 متر دورتر از سرحد جانبای سرازم گذشته به جانب ارگود می رود. راهسازان ازبک از 55 کیلومتر راه 38 کیلومتر آن را ساخته به انجام رساندند و تا آخرین ماه راه تا ارگود پوره به استفاده داده می شود. ساختمانچیان دستور گرفتند که در اساس پروتکل بین حکومتی بین تاجیکستان و ازبکستان 3 کیلومتر راه را از جانبای تا مسافه‌ای که حکومت تاجیکستان از سرحد در داخل پنجکент مقرر می کند بنیاد می نمایند. این مسئله همزمان در ملاقات سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان عبدالجبار رحمانزاده با حاکم ولایت سمرقند ادیس بابویف بررسی گردید. مصاحبان ضمن ملاقات مسئله تقویت همکاری اقتصادی تجارتی را بین ولایت‌های مرزی سوخت و سمرقند بررسی نمودند. همزمان در ملاقات مسئله مربوط به سفر هنری صنعتکاران ولایت سمرقند به شهر دوشنبه در عرفه جشن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بررسی گردید. حاکم ولایت سمرقند ادیس بابویف پیشنهادهای سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان عبدالجبار رحمانزاده را با خوشنودی پذیرفت. در طور مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکент جلسه هفته‌واره نظارتی برگزار گردید. در طور مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکент تحت رهبری رئیس شهر پنجکent عبدالخالق خالقزاده مجلس نظارتی نوبتی برگزار گردید. در آن معاونان رئیس شهر، کارمندان مسئول مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر، راهبران کارخانه و تشکیلات، مؤسسه ها و رئیسان جماعت های دهات اشتراک داشتند. ضمن مجلس نظارتی نزد رئیس شهر اساساً نتیجه های فعالیت اقتصادی اجتماعی شهر در 7 ماه سال جاری مورد بررسی قرار گرفت. ضمن شنیدن گزارش معاون یکم و معاونان رئیس شهر پنجکent، مدیر شعبه معارف شهر و پرسش از رهبران یک قطار کارخانه و مؤسسه ها از جمله تاکید گردید که در 7 ماه سال روان استحصال محصولات صنعتی بیش از 4 میلیارد سومانی یعنی 119%، حجم عمومی محصولات کشاورزی زیاده از 872 میلیون سومانی یا خود برابر به 113.4% رسانیده در ساحه ساختمان با مبلغ بیش از 96 میلیون سومانی از حساب همه منبع‌های سرمایه‌گذاری سرمایه اساسی از خود کرده نسبت به همین دوره سالی سپری شده 1.5 برابر بیشتر منزل استقامتی به استفاده داده شده است. در جلسه اینچنین فعالیت در ساحه‌های اجتماعی از جمله معارف، تندرستی دیگر سمت‌ها نیز مورد بررسی و نتیجه گیری قرار گرفته جهت توسعه کار در همه ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی در زمینه دستور و سفارش‌ها و وظیفه‌گذاری‌های سرور دولت پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان که ضمن تشریف و ملاقات با فعالان ولایت سوخت بیان شده بود و نقشه آمادگی‌ها به 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان دستورها داده شد. ادامه این موضوع در شهر پنجکent به مناسبت روز ورزشکاران چاره‌بینی ورزشی و مجلس ادانه برگزار گردید. ادامه این موضوع در گزارش همکاران ما. هر سال سنه 10 آگوست در جمهوری تاجیکستان روز ورزشکاران با یک شکوه و جلال خاصه تجلیل می گردد. سال روان با مناسبت روز ورزشکاران جمهوری تاجیکستان در مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکent چاره‌بینی‌های رنگارنگ ادانه برگزار گردید. دستاوردهای ورزشکاران شهر باستانی پنجکent، جام‌ها و دیگر افتخارنامه و دیپلم‌هایی که ورزشکاران پنجکent از مسابقات گوناگون به دست آورده بودند به معرض نمایش گذاشته شد. من عبدالله شوکت عثمانویچ
مربی گوشینی طرزی آزاد در شهر پنجکن. خیلی نبیلد من اینجا من در 2 چمپیونات جهان و 2 کوبوکی جهانی جام جهانی اشتراک کرده. در جایگی 11 تا مدال از اون 11 مدال 9 تاش جای یکم یعنی مدال کیلو گرفتم و من با ما حرکت کرده ایستادیم ماه اکتبر در چمپیونات جهان در شهر وارشاوی پولشا میشود که با مولوی لوغبک دیرکتور مکتب ورزشی اشتراک داریم. هر یک برای مسابقه اشتراک کردم میدونید می همین قدر آب و عرق ریختم در کار که همه چیز همین خیلی عادی نمی بیاید به دست. باید که شما تمرین کنید، تمرین سحر بگو باید که از بعضی چیزها دست کشی کنید که به یک زینه بلند برآمدن با خیلی مهنت کردم در کار. من علیم حسین استادی من علیم اولدین هستم. من در مسابقه‌های بیرون از جمهوری در جمهوری قزاقستان شهر استانه اشتراک نموده سزاوار جای اول شدم و من در قزاقستان جایگیری خیلی دشوار بود. رقیبان من از قزاقستان از جمهوری ازبکستان بودن خیلی دشوار بود ولی من سزاوار جای اول در جمهوری ازبکستان شهر تاشکند در سال 2024 سزاوار جای اول شدم. با مناسبت این سنه فرخنده در تالار مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن با اشتراک ورزشکاران، سابقه‌داران این ساحه، مربیان و همه آنهایی که ورزش را دوست می داشتند جمع آمد با شکوه ادانه برگزار گردید. معاون رئیس شهر مراد شکرزاده اشتراکچیان این جمع آمد و همه ورزشکاران دیار باستانی پنجکن را از نام رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با مناسبت روز ورزشکاران تاجیکستان صمیمانه تبریک و مبارکباد گفت و پیرامون نقش ورزشکاران پنجکن در بلند برداشتن مقام ورزش در سطح کشور و جهان معلومات مفصل داد و تاکید کرد که از طرف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن در زمینه دستور سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان هدایت‌های رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده برای رشد ورزش بنیاد ده‌ها انشاءات ورزشی تدبیرهای مشخص اندیشیده شده تا عرفه 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و دهات پنجکن چندین انشاءات ورزشی بنیاد و مورد استفاده قرار میگیرد. در خاتمه جمع آمد با شکوه ادانه از نام مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن با ورزشکاران، سابقه‌داران و آنهایی که در رشد ورزش دیار باستانی ما سهم ارزنده گذاشتند سپاسنامه ها، افتخارنامه ها و تحفه های خاطروی سپاریده شد. گزارش عباس همراهزاده و طلبشاه توشیف. مسئله رشد ساحه کشاورزی از جمله انجام دادن کشت تکراری استفاده عاقلانه آب و زمین تحت نظارت دائمی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن قرار دارد. خوجگی دهقانی نعمت جان جماعت دهاتی خلیفه حسن در تامین کردن بازار شهر با محصولات کشاورزی سهم ارزنده دارد و از یک زمین از 1 تا 2 حاصل به دست آورده حتی ذخیره های زمستانی سهامداران نیز با صنعت بلند به راه مانده شده است. رابطه به این موضوع از روند کارهای صحرایی معاون رئیس شهر خوشوقت‌زاده ارکین دیدن نموده برای به دست آوردن حاصل بلند به کشاورزان منتداری رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده را رسانید. کشاورزان در نوبت خود منتداری خود را برای دستگیری همه‌جانبه به مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر ابراز نموده تاکید کردند که 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای نظررس پیشواز خواهند گرفت. گزارش غیب الله محمدیوف، شاه حسین سالیف.
در نشست مطبوعاتی نوبتی رهبریت شبکه برق پنجکن و شعبه منطقوی اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نایب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با سوالهای خبرنگاران جوابهای مشخص دادند. در زمان معاصر رشد تمام ساحه‌های خواجگی خلق و زندگانی شهروندان را به نیروی برق تصور کرده نمی شود. در سمت بهتر نمودن تامین نیروی برق، بلند برداشتن فرهنگ استفاده ثمرناک آن، آمادگی به دوره تیرماه و زمستان، رفع مشکلات ساحه، آشکار نمودن حادثه های دزدی برق، تعمیر خطهای برقرسانی، نوسازی و تجهیزانیدن ایستگاه‌های برقی، دیگر سمت‌های فعالیت ساحه ضمن نشست مطبوعاتی رهبریت شبکه برق پنجکن و شعبه منطقوی اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به سوال‌های خبرنگاران جواب‌های مفصل دادند. رهبر شبکه برق پنجکن جهانگیر رجبوف اظهار داشت که با مقصد به دوره تیرماه و زمستان آماده نمودن انشاءات برقرسانی سال روان کارهای تعمیر و نوسازی خطهای انتقال برق، ایستگاه‌های تقویت شدت برق با مرام ادامه یافته، همزمان بار اول با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکن کارخانه مشترک زرافشان با مسافه 21 کیلومتر خطهای برق اداره‌های دولتی مؤسسه کارخانه‌های مرکز شهر که قبلا به حولی‌ها و بناهای بلندآشانه شهروندان پیوست بود جدا گردید که این تدبیر تکنیکی به صرفه نیروی برق همه‌طرفه مساعدت می‌کند. سردار شعبه منطقوی اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان معروف شریفوف اطلاع داد که در جریان سنجش‌های نظارتی 124,000 کیلووات ساعت نیروی برق با راه دزدی استفاده شده به مبلغ 100,000 سومانی آشکار گردید و وابسته به قانونشکنی‌های ساحه برق 165 پرونده های حقوق ویرانکنی ماموری با مبلغ 58,000 سومانی کشاده شد. تاکید گردید که مبلغ جریمه ها از روی معیار 75 سومانی برای شخصان واقعی یعنی شهروندان عادی از 20 تا 30، برای منصبداران از 3 تا 50 و برای تشکیلات و کارخانه ها از 200 تا 300 نشان داد مقرر شده است. در نشست مطبوعاتی وابسته به سوال‌های مطرح نموده خبرنگاران گفته شد که در شهر پنجکن تطبیق لایحه نصب حسابخانه‌های الکترونی بیلینگی آغاز یافت که آن در 4 مرحله ادامه می‌یابد. برای اجازه دادن به فعالیت ایستگاه‌های برقرسانی یعنی گذاشتن ترانسفورماتورهای نو، گرفتن شرط‌های تکنیکی، نصب حسابخانه‌های برقی، دیگر سندهای معیاری ساحوی ضرور میباشد. از منزل‌های استقامتی به بیرون برآوردن حسابخانه‌های برقی حتمی بوده با ترتیب زیرین عملی میشود. شهروند مبلغ ناقل برقی و حسابخانه را پرداخت میکند. کارهای پیوستن ناقل و نصب حسابخانه‌ها را متخصصان شبکه‌های برق رایگان انجام میدهند. برای عائله‌های کم بضاعت، سربازان بین الملل، دیگر نفرانی که طبق قانون امتیاز دارند خدمت رسانی رایگان کفالت داده می شود. باید اظهار نمایم که شماره عمومی مشتریان برق در شهر و دهات پنجکن به 58,000 رسیده. با بنیاد نیروگاه‌های آفتابی، نصب تجهیزات تولید نیروی برق در بام بناهای بلندآشانه، استفاده واسطه‌های برقی کم مصرف، صرفه مقصدناک، پرداخت سریوقتی مبلغ‌های برق برای صفتاً بهتر ساختن تامین نیروی برق همه‌طرفه مساعدت خواهد کرد، تاکید نمود جهانگیر رجبوف. در پایان نشست مطبوعاتی معروف شریفوف به نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه اطلاع داد که نظارت انرژتیکی جهت پیشگیری از قانونشکنی، آشکارسازی با راه‌های دزدی استفاده نمودن نیروی برق پرزور گردیده از نتیجه های آن منتظم در برنامه‌های صدا و سیما، مطبوعات چاپی خبر و گزارش ها به
انتشار می‌رسند. گزارش عباس همراساده و شاهحسین صالحов. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر، شاد و پیروز باشید.